29 январ سال 2023 کارمندان گمرک و اداره روسلخوزنادزور در فرودگاه کلسو شهر یکاترینبورگ روسیه هنگام تفتیش باگاژ مسافرانی که از تاجیکستان با پرواز دوشنبه یکاترینبورگ و خوجند یکاترینبورگ آمده بودند از باگاژ چند مسافر 12 کیلو محصولات گوشتی را یافته و مصادره کردند. این محصولات را ناظران خطرناک ارزیابی کردند. خدمات مطبوعات ریاست روسلخوزنادزور ولایت سوردلوفسک در اطلاعیش گفت این محصولات گوشتی را از تاجیکستان بدون سندهای بیطوری، بدون اجازت روسلخوزنادزور و بدون بسته‌بندی وارد کرده بودند. در اساس قانونگذاری جاری با مقصد پیشگیری از پنجشوی بیماری‌های سرایتی در قلمرو روسیه این محصولات خطرناک یافته شده به مقدار 12 کیلو و 150 گرم مصادره و نابود کرده شد. مواد جمع شده را برای بررسی به مقامات باجخانه سپردند و به صاحبان گوشت مصادره شده جریمه هم تهدید می‌کند. روسیه چند سال باز در راه وارد کردن محصولات گوشتی و دیگر انواع محصولات خوراکواری از کشورهایی که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی هستند محدودیت جاری کرده است.